میدونستید روزی که حافظ شیرازی فوت کرد مردم اجازه ندادن دفن بشه؟ سال 792 هجری قمری شیراز غرق در ماتم بود. اما گروهی از متعصبین و مفتیهای شهر جلوی جنازه رو گرفتن. اونها فریاد میزدند این شاعر شرابخوار و بیدین بوده، حق نداره در مصلای شهر دفن بشه. اما فرهیختگان و اندیشمندان شهر با این کار به مخالفت برمیخیزند. بعد از بگو مگو و جر و بحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد میدهد که کتاب او را بیاورند و از آن فال بگیرند. هرچه آمد بدان عمل نمایند. همه قبول کردند. کتاب شعر را دست کودکی میدهند و او آن را باز میکند. نفس همه توی سینه حبس شد. حافظ انگار زنده بود و داشت مستقیم به اون جماعت ریاکار جواب میداد. ای برندان مکن ای صاحب پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهد نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن برود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. همه از این شعر حیرت زده می شوند و سرها را به زیر می افکنند. بالاخره دفن پیکر حافظ انجام